با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، با برنامه پانوراما در خدمت شما عزیزان هستیم. در پانوراما میکوشیم فارغ از هر جریان فکری، سیاسی و حتی مذهبی شما را با حقایق روز ایران و جهان آشنا کنیم. امروز 28مین روز از اعتصاب غذای جوانترین زندانی سیاسی ایران هستیم، محمد صابر ملک رئیسی. فکر کنم همه ما و شما در مورد این زندانی جوان، زمانی که 15 سال بیشتر سن نداشت، بازداشت میشه، اون رو گروگان میگیرن. مقامات جمهوری اسلامی ایران این زندانی رو به بهانه‌های واهی گروگان میگیرن و ایشون رو تبعید میکنن به دورترین جای ایران، اردبیل. و متاسفانه در طول این مدت با شدیدترین شیوه ممکن ایشون رو اذیت و آزار میدن. ایشون رو چندین بار تا سرحد مرگ کتک میزنن. در هوای سرد اردبیل در زمستان لباسهاش رو بیرون میارن و به میله پرچم نامقدس جمهوری اسلامی ایران میچسبونن. متاسفانه به خاطر دوری راه خانواده هم نمیتونن این مسیر طولانی رو برای ملاقات ایشون برن. ایشون نامه‌های مختلفی به مراجع حقوق بشری و حتی رهبران ایران نوشته که دارن من رو در زندان اردبیل میکشن. متاسفانه ایشون چندین بار به خاطر اینکه هیچ توجهی به اعتراضاتشون نشده مجبور شدن دست به اعتصاب غذا بزنن و امروز هم 28مین روز از اعتصاب غذای خودش رو داره سپری میکنه به امید اینکه شاید کسی به پرونده ایشون رسیدگی کنه و از این همه ظلمی که به ایشون میشه به حال کمتر بشه. برای همین دعوت کردیم امشب از آقای عبیدالرحمن ملک رئیسی، برادر محمد صابر ملک رئیسی، تا ما رو با آخرین جزئیات و آخرین وضعیت ایشون قرار بدن و برای ما بگن الان وضعیت در چه صورتیه و وضعیت محمد صابر ملک رئیسی به کجا رسیده. اگر تماس ما برقرار شد با آقای عبیدالرحمن، دوستای اتاق فرمان به من اطلاع بدن. قبل از اینکه تماس ما برقرار بشه، اگر به حکومت‌های استبدادی در منطقه نگاه کنیم، هر حکومتی با یک جریان اجتماعی مشکل داره. حکومت‌هایی هستند که با جنبش‌های دانشجویی مشکل دارن. حکومت‌هایی هستند جنبش‌های کارگری رو سرکوب می‌کنن. حکومت‌های دیگه‌ای هستند روزنامه‌نگارها رو به زندان می‌فرستن. اما تمام این بدی‌ها رو ما میتونیم در نظام ولایت فقیه پیدا کنیم. نظام ولایت فقیه نظامیه که هر بدی رو میشه در اون پیدا کرد، از قتل و جنایت و مشکل درست کردن برای تمام اقشار و صنوفی که در ایران زندگی میکنن. خب خوشبختانه تماسمونم برقرار شد با آقای عبیدالرحمن ملک رئیسی، برادر محمد صابر ملک رئیسی. من سلام دارم خدمت شما آقای عبیدالرحمن عزیز، اگر صدای بنده رو دارید. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و محترم. من عبیدالرحمن ملک رئیسی هستم، برادر محمد صابر، کوچکترین زندانی سیاسی ایران. خواهش میکنم. آقای ملک رئیسی اگر لطف کنید ما را در جریان آخرین وضعیت محمد صابر قرار بدید که الان ایشون در 28مین روز اعتصابشون به سر میبرن. برای ما بگید الان وضعیتشون به چه صورته؟ وضعیت صابر خیلی خطرناک است. بله. این جانش در خطر است، از هر لحاظ روحی، روانی، جسمانی این جانش در خطر است. بله. صابر از 8 آذر ماه 96 در اعتراض به همین آزار اذیت‌ها و شکنجه‌های مسئولان زندان دست به اعتصاب غذا داده. فقط با آب و چای حتی بعضی وقتا به خاطر همین تهدید یا به خاطر اینکه مجبورش کنن که این اعتصاب غذاییشو پایان بده، حتی از خرید آب معدنی اونو یعنی منع کرده بودن، آب معدنی حتی بهش ندادن. صابر این طوری هست الان بعضی فعالین حقوق بشری با من تماس میگیرن در تعجب وقتی که مسائل صابر و مسائل مشکلات که براش پیش آمده و چیزایی که تو رسانه‌ها اعلام شده و خود صابر بارها با نامه‌های یعنی از مسئولان و از خانم سرکار عاصمه جهانگیر و دیگر این نامه‌هایی که نوشته، رنجنامه‌هایی که نوشته، همین در تعجب هستن از وضعیت صابر. این وضعیت صابر طوری هست که فکر کنم تنها زندانی هست که با این شیوه، با این روش، با این ظلم، یعنی که ظلم‌های مکرر، با هر نوع تهدید و شکنجه و
آزار و اذیت. حتی بارها بوده که این زندانبانها اون زندانیان رو تحریک میکردن، یا بعضی وقتا بهشون گفتن شیرینی به شما میدیم، یا بند مواد گفتن به شما مواد میدیم، فقط این که صابر رو اذیت کنن، صابر رو شکنجه کنن، صابر رو یعنی بزنن. همیشه این چیزها بوده. صابر پروندی داره که همه حیران هستن، اینی که با این شیوه که زندانبانها و در حقیقت وزارت اطلاعات زایدان است که بهشون اجازه داده که با این زندانی هر کاری هر طور که دلتون میخواد رفتار کنید. خب این به دستور وزارت اطلاعات در این کار را انجام میدن. بله. خب آقای عبیدالرحمن، اصلا چی شد برادر شما بازداشت شد؟ چرا باید یک نوجوان 15 ساله بازداشت بشه؟ مگه ایشون چیکار کرده بودن؟ واقعا دلیل بازداشت محمد صابر چی بوده؟ علت بازداشت صابر برادری با من است. برادری با شما؟ اینی که صابر رو گرفته بودم که من تحت فشار بذارم برای بازگشت به کشور تامین یا بله. درخواستایی که برای من، یعنی که یک گروگان بود صابر. این صابر رو به عنوان یک گروگان نگاه. تقریبا 2 سال در وزارت اطلاعات بلا تکلیف بود، یعنی بدون هیچ محاکمه ای. اوایل 3 از برادر من دستگیر کرده بودن، 2 تایشون با قید وثیقه سند آزاد کردن، ولی صابر چون کوچکتر بود و اونا هم احساس کرده بودن که برای خانواده ما یعنی محبوب است، برای پدر مادرم، اونا فکر کردن با این روش میتونن پدر مادرم مجبور کنن برای برگشت با من یا خواسته هایی که داشتن. در حقیقت صابر یک گروگان بود. نحوه بازداشتش طوری بود که برنامه‌ریزی شده بود، طوری که 3 برادرمون با هم بازداشت کرده بودن که اوایل تهدید کردن که 3 اعدام میکنین. وقتی خانواده جویا شدن پرسیدن که جرمشون چیه، گفتن فقط برادرتون جرمی ندارن، یعنی که فقط وقتی که برادرشون بیاد ما اینا رو آزاد میکنیم. بعد از این صابر تا 2 سال در وزارت اطلاعات این در بازداشتگاه بوده، یعنی که بدون هیچ جرم بلا تکلیف، بدون هیچ محاکمه ای، که یعنی فقط همیشه بارها خانواده یا تهدید میکردن که اعدامش میکنیم، بس خلاص یعنی حکمش اجرا میشه. حتی تا چند هفته ها ماه ها بدون هیچ رابطه تلفنی گفتیم بس اعدامش کردیم، برای اینکه خانواده مجبور کنن با من رابطه کنن یا منو تحت فشار بذارن. علت بازداشتش همین بوده، گروگان هست صابر، بدون هیچ جرمی، بدون هیچ گناهی صابر بازداشت از گروگان هست. فقط به خاطر فشار به خانواده بازداشت شدن سنشون زیر 16 سال بود و سن قانونیشون، سن تاریخ تولدشون، ولی در شناسنامه تا 1 سال بالاتر ثبت کردن. در بلوچستان طوری هست که اول طوری بود که برای اینکه بچه‌ها زودتر به مدرسه برن درست 1 سال بالاتر میگرفتن، که یعنی که ثبت میکردن تاریخ تولدشونو، و کسایی که مثلا سنشونو پایینتر میزن به خاطر اینکه خدمت اجباری و سربازی دیرتر برن. درسته. این چیزا بوده، ولی سن قانونی صابر در زمان بازداشت 17 سال همون سنی که در شناسنامه ثبت شده اعلام شده، ولی سن صابر زیر 16 سال هست، یعنی عمرشون یعنی 15 سال و 10 ماه هست، یعنی صابر در 15 سالگی دستگیر شده. بله. متاسفانه البته برای حکومت ایران هیچ سن و سالی مطرح نیست، یعنی چون این حکومت پایبند به هیچ قانون نیستن تا حالا ما بگیم ایشون 15 سال بودن و بازداشت شدن. خب آیه عبیدالرحمن، آیا تا حالا خانواده محترمتون پیگیر قضیه بودن، رفتن با مراجع قضایی، با وکیلی، با چه میدونم مولوی عبدالحمیدی، با کسی تا حالا ملاقات کردن، پیگیر قضیه بودن، تونستن کاری براش انجام بدن یا نه؟ بله تقریبا نزدیک به 9 سال است، یعنی پیگیر مسائل کارهای صابر بودن. بله. بین هر مقامی، رهبری، ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات و نمایندگان مجلس، فرمانداری، بخشداری، از هر طریق، از هر جایی که به فکرشون رسیده این 9 سال اینا پیگیر بودن، نامه نوشتن، حضوری رفتن، یعنی که پیگیر کارهای صابر بودن. پدر مادرم
یعنی که پیگیر بودن، ولی هیچ جا جواب قانع کننده ای ندادن. فقط وزارت اطلاعات جوابشون این بوده که بس یعنی که آزادیش برگشت برادرش هست. یعنی شما گروگانگیری دوباره گفتن، یعنی که گفتن که فقط برادرشون برگرده آزاد میشه. یعنی تنها جوابی که این 9 سال دادن همین بوده. یعنی که هیچ گونه جوابی که مشکل خانواده منو حل کنه، این وضعیت صابر رو بهتر کنه یا برای آزادیش هیچ گونه جوابی ندادن. یعنی که به صورت گروگان صابر رو نگه داشتن. و وکیلی که خود صابر در یکی از رنجنامه نوشته بود که من زمانی متوجه شدم که وکیل دارم که وقتی که میخواست حکم یعنی بخونم قرائت کنه قاضی، یک صدای اومد که انگار اسم منو میگرفت، یا طوری که احساس کردم بله این وکیل من هست. این هیچ گونه حتی صابر احساس نکرده که وکیلی داره، وکیلی که از وزارت اطلاعات است و وکیلی که هیچ گونه دفاعی از صابر نکرده. یعنی شما طوری فرض کنید وکیل نداشتن و حتی هم یعنی نگفتن که شما میتونین وکیل بگیرین. وکیلی که هم گرفته بشه در برابر وزارت اطلاعات هیچ یعنی نمیتونه دفاع بکنه، حکم میکنه. یعنی که اتهامهایی که به صابر زدن همون اتهامات دیگه تحمیلی هست، اتهاماتی هست که صابر گفته زیر شکنجه منو مجبور کردم که اینا رو بگم و اون موقع من قبول کردم. بعد به قاضی گفتم، قاضی هم گفته غلط کردی که اینا رو قبول کردی. یعنی اتهامهایی بودن که بی بنیاد، یعنی که کذب و تحمیلی بودن، به زور یعنی بر صابر تحمیل کردن اتهامها رو. نه صابر قبول داره نه خانواده ما این اتهامات صابر قبول ندارن. خب آقای عبیدالرحمن، ما شاهد این بودیم که در حداقل 1 سال گذشته چندین بار محمد صابر دست به اعتصاب غذا زد و در مقابل این اعتصاب غذاها مسئولین یک سری وعده هایی بهش میدادن که وضعیتش بهتر بشه، حداقل برای مداوا، چون به هر حال ایشون مشکل پزشکی هم داشتن، قرار بود ایشون رو به بیمارستان منتقل کنن. این وعده هایی که مسئولین جمهوری اسلامی ایران دادن چقدر محقق شد؟ وعده های مسئولین بی معنی هست، یعنی که بخشدار و فرماندار و بی نتیجه هست. بله. یعنی که هیچ وقت جوابی قانع کننده گفتم ندادن. یعنی که تنها جوابی که میده وزارت اطلاعات هست که تنها راه یعنی آزادی و مسئله صابر این است که بازگشت من، که این برای خانواده هم غیر ممکن است که یک برادر آزاد کنن یکی دیگه به جاش ببرن تحویل بدن، این غیر ممکن است. درست. و مسئولین زندان هم زمانی که صابر رو همین 8 آذر که اعتصاب غذاش شروع کرده، یه روز قبلش اونو زدن، بهش حمله کردن. تقریبا 3 تا زندانبانه ها و مسئولین زندان، رئیس حفاظت، کسشون که رسانه ها اومده صابر رو زدن. بعد هم یک زندانی هم آوردن، اون زندانی هم صابر رو زده تا جایی که بیهوش شده. وقتی خانواده مو خبر کردن که وضعیت صابر خراب است، حالش خراب است، پیگیر مسئلهش باشی، اینجا در ظلم میشه، اینجا جهنم است این زندان اردبیل. وقتی که خانواده به وزارت اطلاعات زاهدان تماس گرفتن، رفتن به وزارت اطلاعات چابهار، اونجا وقتی که پرسجو کردن هیچ گونه جوابی ندادن، هیچ گونه جوابی اظهار بی اطلاعی کردن. وقتی که مادرم بونا گفته که زندانی شما هست به اون جهنم، اینطوری که صابر حتی در نامه‌هاش هم و زندانی‌های سیاسی دیگه هم اونو به جهنم تشبیه میکنن. یعنی اینطوری است اون جهنم است، واقعا جهنم است که با این ظلم‌ها این از هر لحاظ انسانیت به دور است. کاری که اونجا انجام میشه، چیزهایی که از زندان اردبیل بیرون درد میکنه بر زندانیان سیاسی، یعنی که از انسانیت به دور است. بله وقتی که خانوادم زنگ زدن به زندان اردبیل، زندانمانی که گوشی رو برداشته، وقتی که پرسیدن وضعیت صابر چطور است، ما شنیدیم شکنجهش کردن و زدن، گفتن حالا که زنده است نمرده. یعنی که یه جوری صحبت کردن، احساس بی وجدان، فکر کنم مادرش پشت تلفنه، برای اون مهم است، گرچه برای اون جانی و ظالم مهم نیست و بی ارزش است. گفته که حالا که طوری نشده، مشکلی پیش نیامده، حالا که زنده است،
اینه که این مسائل پیش اومده. صابر بعد از این بدرفتاری در اعتصاب غذا هست، همچنان در اعتصاب تا امروز در اعتصاب غذا هست. گفته تا وقتی که وضعیت من بهتر نشه، اول گفته بود که من از این جهنم یعنی که انتقال میدین، از این زندان اردبیل. حالا گفته که من چندها سال سکوت کردم، چندها سال سکوت کردم، نزدیک به 9 سال سکوت کردم بدون هیچ جرمی، بدون هیچ گناهی، فقط به خاطر اینکه برادر تحت فشار بدن، به خواستهایی که میخوان یعنی که با برادرم انجام بدن برسن، من در زندان هستم. به خاطر اتهامایی که به من میزنن، به خاطر اتهامای من، یعنی که صابر زندان است. این چیزا رو صابر گفته بعد یعنی پرونده من رسیدگی بشه. بله. من بیگناه هستم، باید آزاد بشم. یعنی که الان اعتصاب قضاش و شرطش همین گذاشته، آزادی خودش. گفته تا وقتی آزاد نشم من از این 9 سال از زیر شکنجه هستم بدون هیچ گناهی، بدون هیچ جرمی. وقتی که صابر یعنی محصل بود، درسشو میخون، گرفتن بردنش زندان. هر از چندگاه شکنجه میشه، اذیت و آزار میشه. یعنی که از هر لحاظ صابر اذیت است، تکلیف است. متاسفانه. خب آقای عبیدالرحمن، الان مطمئناً مقامات جمهوری اسلامی ایران صدای شما را خواهند شنید و در کنارش فعالان حقوق بشر هم به هر حال صدای شما به گوششون خواهد رسید. درخواست شما از مراجع حقوق بشری و انسان‌های آزاد اندیش چیه؟ درخواست من از مراجع حقوق بشری یعنی خواهش میکنم، خواهش دارم که حداقل پرونده صابر، همانطور که گفتم یعنی کسانی با من رابطه در تعجب هستن با این پرونده صابر. فکر کنم تنها زندانی هست که با این وضعیت روبرو هست، با این وضعیتی که خیلی خطرناک توصیفش میکنم خود زندانیان دیگه. و صابر کوچکترین زندانی سیاسی ایران، گفتم که صابر 15 سال یعنی که زیر 16 سال دستگیر شدن، کوچکترین زندانی سیاسی ایران است. یعنی صدای صابر باشن، صابر رو همراهی کنن. صابر الان اعتراض کرده، اعتراضش تنها چیزی که قضا نمیخوره، اعتصاب قضا کرده و اون مسئولین ظالم بدون هیچ توجهی به اعتراض صابر هیچ گونه توجهی نمیکنن و مشکلاتش رسیدن. باید اینا از هر لحاظی که از هر طریقه‌ای که میتوانن نامه‌نگاری کنن، نامه بنویسن به سازمان‌های حقوق بشری و به مراجع قضایی حکومت ایران، به سرکار خانم عاصمه جهانگیر، هر طریقه‌ای که میتونن صدای صابر رو جهانی کنن، طوری که این ظلم و جنایت‌هایی که در ایران اتفاق میفته جهانیان معلوم بشه که اینجا چه جنایت‌هایی داره انجام میشه. کودک نوجوان 15 سال در هیچ جای دنیا یعنی بچه 15 ساله رو گروگان نمیکنن. یعنی طوری که مجرم کسی دیگه به لحاظ به فرض مثال مجرم من باشم، به هر اتهامی که من میزنم قبول، ولی به اتهام من چرا صابر باید زندانی باشم؟ صابر که جرمی ندارد. همانطور که اونا گفتن که وقتی که برادرش بیاد ما آزادش میکنیم، یعنی جرمی نداره، خودشون اعلام میکنن. صابر مجرم نیست، خودشون اعلام میکنن بدون هیچ جرمی. نزدیک به 9 سال چرا واقعا گروگانش گرفتن؟ چرا تا 2 سال بچه 15 ساله، چرا بچه 15 ساله زیر شکنجه و بازجویان ظالم و جانی وزارت اطلاعات متعصب زابلی اینی که زیر سر اون باشن، به جای اینکه در کلاس درس و مدرسه این دورانشو میگذارن تو در بازداشتگاه بازجویی‌های اینی که بازجویان ظالم این وقتشو، این دوران زندگیشو گذارن. من تقاضا دارم فقط تعصب یعنی که باید کسی زندانی سیاسی تهرانی باشه که به پوشش رسانه‌ای بشه یا صداش بالا بره. یعنی باید زندانی مثل مظلوم هست یعنی که آرش صادقی باشه یا رضا شهابی باشه. این صابر هم مثل اونها یک زندانی مظلوم، یک ایرانی،
یکی از یک بچه 15 ساله دست این ظالمان هست، گروگان هست. به دادش برسین، فریاد صابر باشین، صدای صابر باشین، صابر رو همراهی کنن و تا جایی که میتونن یعنی این پرونده صابر رو بررسی کنن و به گوش جهانیان برسانن. خواسته من از تمام انسان دوستان، عدالت خواهان و سازمان حقوق بشری و فعالان حقوق بشر همین است که صدای صابر باشن و به پرونده صابر بدون هیچ تعصبی رسیدگی، تعصب قومی، بلوچ است یا فارس است یا ترک است، این بغیر این تعصب‌ها وضعیت صابر به عنوان یک مظلوم ایرانی توجه کنن، این صدای صابر باشن، صدای صابر باشن. خیلی ممنون، متشکر آقای عبیدالرحمن ملک رئیسی، برادر محمد صابر ملک رئیسی. خدایا رو نگهدارتون. خب دوستای عزیز، حرفای آقای عبیدالرحمن رو شنیدید. متاسفانه این وضعیت جمهوری اسلامی ایران و زندانهای جمهوری اسلامی ایران و همونطوری که آقای عبیدالرحمن اشاره داشتن، نباید ما هیچ فرقی قائل بشیم در مورد زندانیان سیاسی. ما از یک طرف خودمون مظلوم واقع شدیم، نیاییم دوباره یک فیلتر دیگه روی خودمون بذاریم و از رضا شهابی که جا داره از ایشون دفاع کنیم، اما محمد صابر ملک رئیسی رو فراموش کنیم. همونطوری که آقای عبیدالرحمن گفتن، نباید ما به خاطر اینکه یک زندانی در مرکز ایران زندگی میکنه از ایشون دفاع کنیم، اما زندانی دیگه‌ای که در حاشیه ایران هست و جز اتنیک‌های قومی هستن، جز اتنیک‌های مذهبی هستن، ما بیایم بر حال ایشون رو، این زندانیان رو فراموش کنیم. خب دوستای عزیز، بریم سراغ مهمون بعدی ما. از فعالین حقوق بشر بلوچستان هستن. ما را با وضعیت کلی که الان در بلوچستان میگذره بیشتر آشنا میکنن و ببینیم وضعیت حقوق بشر در بلوچستان به چه شکل است. آقای مسعود رئیسی، فعال حقوق بشر بلوچ، اگر صدای بنده را دارید، سلام دارم خدمت شما. خسته نباشید. منم خدمت شما دارم و همچنین بینندگان عزیز. ابتدا باید پوزش بخوام به دلیل گرفتگی صدام که دلیلش کسافتی بود که چند روز پیش داشتم. در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. آقای رئیسی، اگر لطف کنید، یک وضعیتی الان در بلوچستان حاکمه که ما در رسانه ها میشنویم. من دوست دارم شما به عنوان یک فعال حقوق بشر بر حال برای ما توضیح بدید الان وضعیت حقوق بشر در بلوچستان چطوریه؟ خب بلوچستان همونطور که همه ما میدونیم یکی از پهناورترین استانهای ایران هست که در جنوب شرق قرار گرفته و حدود 187 هزار کیلومتر مربع مساحت و جمعیتی هم بالغ بر 2.5 میلیون نفر داره. از لحاظ ژئوپلیتیکی و جغرافیایی در منطقه‌ای بسیار خوب و خاص قرار گرفته و قابلیت‌های بالقوه اقتصادی داره. تنها راه ایران جهت دسترسی به آب‌های آزاد دنیا رو داره و با قرار گرفتن بر روی کمربند فلزی و معدنی تنها دارای ذخایر غنی از فلزات و معادنی از قبیل کرومیت، مس، منگنز، سرب و غیره یکی از ثروتمندترین مناطق هست که اخیراً اقدامات اکتشافی از سازمان زمین‌شناسی حاکی از وجود حداقل 10 میلیون تن طلا در منطقه میرجاوه است. حدود 5 سال پیش بود که خبر کشف منابع عظیم هیدرات‌های گازی در سواحل بلوچستان منتشر شد. در اهمیت این کشف میگفتند حجمش به اندازه‌ای زیاد هست که یعنی به اندازه تمام ذخایر نفت و گاز ایران است. به هر حال اینو باید دوباره بگم که بلوچستان از معادن، صنایع، از منظر کشاورزی و خیلی دیگر از مقوله‌های اقتصادی قابلیت‌های
بالقوه‌ای داره که متاسفانه با برخی سیاست‌های اشتباه حاکمیت و نگاه خاصش بلوچستان به یکی از محرومترین و فقیرترین استان‌های ایران تبدیل شده و شاخص‌هایی مثل مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری، امید به زندگی، نرخ باسوادی در بلوچستان معلول عللی هستند که ریشه در همون نگاه خاص امنیتی و یا به عبارتی نگاه غیر خودی داره. متاسفانه. مثلا بله آقای رئیسی اگر اجازه بدید قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، فکر کنم صدای ما برمیگرده. اگر اونجا تلویزیونی روشن هست یا از طریقی دارید برنامه رو دنبال میکنید، اگر لطف کنید صدا رو تا حد امکان پایین بیارید، چون خلل در پخش زنده ایجاد میکنه و کیفیت صدا رو پایین میاره. ممنون میشم. چشم. الان صدا چطوره؟ خوبه؟ بفرمایید. الان درست شد. بفرمایید. بله. عرض می‌کردم که همه اینها ریشه، یعنی محروم و فقیر موندن بلوچستان، ریشه و عللی هستند که در همون نگاه خاص امنیتی و یا به عبارتی نگاه غیر خودی داره. مثلا اگه به بودجه های امنیتی و نظامی نگاهی داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که اگر نصف همین بودجه ها که برای مثلا دیوار کشیدن مرز و خندق زدن اونجا و یا ایجاد قرارگاه های سپاه که در این چند سال اخیر خیلی زیاد شده صرف میشه رو صرف عمران و آبادانی میکردن، بلوچستان الان مدارس کفری نداشت و جوانای بلوچ به شغل‌های کاذبی مثل سوختبری روی نمی آوردن. و یا مثال دیگه‌ای که میتونم برای شما و بینندگان بگم اینه که در حال حاضر حدود 580,000 دانش آموز امسال، طبق اون آماری که خود منابع دولتی گفتن، 580,000 دانش آموز امسال به مدارس رفتن، ولی متاسفانه محرومیت تقریبا 200,000 کودک و نوجوان از تحصیل به دلایل مختلف، 200,000 که میگم آماری است که خود منابع دولتی گفته بودند که همین اخیراً هم اتفاقا نماینده ایرانشهر گفته بود که این رقمی که ما شاهد هستیم بین 100 تا 200,000 نفر هست که مثلا بدون شناسنامه هستند. حالا فکرشو مثلا بکنه که دانش آموزان و بچه های این افراد چگونه زندگی رو سپری خواهند کرد. خب وقتی شناسنامه هم نداشته باشن دیگه نمیتونن طبعا وارد مدرسه بشن، به هر حال وارد اجتماع بشن اصلا، یعنی محرومیت از همه چیز نداشتن شناسنامه یعنی این دیگه. بله میگم یکی از این 200,000 نفری که دانش آموز و نوجوانی که مثلا از تحصیل بازموندن، دلایلش یکیش همین نداشتن شناسنامه و یا عدم داشتن راه‌های مواصلاتی و حتی فقر هست. این نه تنها عمق فاجعه است، بلکه از منظر حقوق بشری نقض حقوق کودک هم هست. درست. خب آقای رئیسی، حالا بحث حقوق بشر هم پیش اومد، الان وضعیت حقوق بشر در بلوچستان به چه شکله؟ ببینید، فقر و بی‌عدالتی در هر جامعه‌ای و در هر کجای دنیا میتونه بستر مناسبی برای رشد آسیب‌های اجتماعی و به وجود اومدن ناهنجاری‌های متعدد بشه. در بلوچستان و سیستان علاوه بر تبعیض و فقر اقتصادی، عوامل سیاسی و مذهبی هم در رشد نارضایتی‌های جامعه و مردم مؤثر هستند. به همین دلیل طی این چند دهه و علل خصوص در 10 سال گذشته این تنش‌ها و ناروایی‌های مدیریتی و سیاست‌های اشتباه باعث رشد نارضایتی سیاسی و اعتراضات مردمی شده. بنابراین
حاکمیت برای فرونشاندن این اعتراضات و سرکوب خواسته های مردم به ابزارهای امنیتی و نظامی روی آورده. مثلا در ورودی و خروجی های همه شهرهای بلوچستان و بلوچستان ایست و بازرسی ایجاد کرده و در بین راه ها هم با راه انداختن برجک ها و پاسگاه های متعدد ضمن ایجاد فضای کاملا امنیتی باعث ایجاد رعب و وحشت بین ملت بلوچ شده. خب یعنی این فضای امنیتی که الان فرمودید یکم اگر بیشتر هم توضیح بدید، فقط با ایجاد این ایست بازرسی و برجک ها ایجاد شده یا عوامل دیگه هم داره؟ اگر یکم در این مورد بیشتر برای ما توضیح بدید ممنون میشم. خب عوامل خیلی زیادی هستن که باعث ایجاد این فضای امنیتی در بلوچستان شدن. ما همگی میدونیم، ما در اونجا زندگی کردیم. من به عنوان یک بلوچ، شهروند بلوچ اونجا بودم و زندگی کردم. بلوچستان به خودی خود به لحاظ اجتماعی ناامن نیست، اما مجموعه ای از دلایل دست به دست هم دادن تا تصور ناامنی در این استان و حتی ایران بین مردم شکل بگیره. یکی از این دلایل نقش رسانه هاست که در ناامن جلوه دادن این منطقه بسیار پررنگ بوده. در بلوچستان به دلیل نبود رسانه‌ای مستقل، کلیه خروجی های خبری توسط خود حاکمیت صورت میگیره، در صورتی که مثلا تلویزیون و سینمای ایران به جای قاچاقچی و اشرار معرفی کردن ملت بلوچ و ساخت فیلم هایی مانند بادیگارد میتونست فیلم هایی برای معرفی دلاور مردانی همچون حمل و جیاند که در مقابل پرتغالی ها ایستادگی کردند و از مرزهای بلوچستان دفاع کردند، میتونست از اون مثلا فیلم بسازه. و یا رشادت های زنانی مثل گلببی شهنوازی که در مقابل انگلیسی ها وایستاد و ارتش 300 نفری انگلیس رو اونجا با رهبری خودش شکست داد، میتونست از اونها فیلم بسازه به جای ساخت فیلم های مثل بادیگارد که بلوچ و بلوچستان رو و لباس بلوچ رو بهش توهین میشه، به عنوان تروریست معرفی میشه و اینجور مسائل. بنابراین میشه گفت رسانه های حاکمیت با امنیتی و البته خطرناک جلوه دادن بلوچستان هم از اومدن توریست جلوگیری میکنند و هم مانع سرمایه گذاری در این منطقه میشن. مسئله بعدی که آقای رئیسی، در تایید فرمایشات شما، این یک واقعیتیه که متاسفانه رسانه تأثیر بسزایی داره در تغییر دیدگاه انسان ها. من خودم برای اولین بار که وارد سیستان و بلوچستان شدم، تقریبا شاید بگم 16 سال قبل، بله، که وارد سیستان بلوچستان شدم، خب به خاطر فیلم هایی که مثل فیلم هایی که با بازی آقای جمشید هاشمپور و نمیدونم این بازیگرای معروف از سیستان بلوچستان من دیده بودم، متاسفانه من این ذهنیت رو داشتم که هر کسی در سیستان بلوچستان هست حتما در کار قاچاق مواد مخدره، حتما در کار قاچاق انسان، حتما مجموعه گروگانگیر هستن. و من اولین باری که وارد سیستان و بلوچستان شدم و در ترمینال زاهدان پیاده شدم و مردم بلوچ رو دیدم، این ذهنیت رو داشتم. چرا؟ چون رسانه این رو به من القا کرده بود. اما خب وقتی با مردم آشنا شدم دیدم نه، اصلا واقعیت چیز دیگه ایه و اینایی که رسانه به خورد ما دادن، منی که در شمال غرب ایران بودم واقعا میتونم بگم گول این جریان رو خورده بودم و این یک واقعیتیه و کسایی که رفته باشن و از نزدیک مردم خونگرم بلوچستان رو زیارت کرده باشن، دیده باشن، این رو میفهمن که دولت آمدانه با درست کردن فیلم هایی که در گذشته درست میشد و فیلم هایی هم که در این سالهای اخیر مثل بادیگارد درست شده، واقعا هدفش تخریب قوم بلوچه. در خدمت شما با توجه به اینکه وقتم زیاد نمونده، من دوست دارم بریم سراغ وضعیت زندانیان بلوچ.
آیا آماری در این زمینه در دست هست، به خصوص در مورد زندانیان سیاسی و به صورت کلی وضعیت زندانیان بلوچ به چه صورته؟ خب وضعیت متاسفانه تماس ما قطع شد. دوستای اتاق فرمان در تلاش هستند که تماس ما رو دوباره برقرار کنند. همونطوری که آقای رئیسی هم گفتن، واقعیت امر همینه که نمیتونیم ما تأثیر رسانه رو نادیده بگیریم. رسانه تأثیر بسزایی در تغییر افکار و دیدگاه ها داره و در این سالیان هم جمهوری اسلامی ایران بیکار ننشسته و فیلم های خیلی زیادی رو در مورد بلوچستان درست کرده، فیلم هایی که بلوچ ها رو قاچاقچی مواد مخدر معرفی کرده، فیلم هایی که اونها رو اقوامی معرفی کرده که بدور از تمدن هستن و فقط در فکر گروگانگیری و کشت و کشتار هستن و این رو ما میبینیم. اما خب متاسفانه کاری نمیشه کرد مگر اینکه با یک رسانه‌ای که بتونیم جواب این اگر بگیم چرندیات هم حرف اضافه ای نزدیم، باید از طریق رسانه جواب این رسانه ها داده بشه و واقعیت های بلوچستان برای مردم بازگو بشه. الان در بلوچستان اگر نگاه کنیم جز فقیرترین اقشار در ایران هستن. اگر بندر چابهار در یک کشور دیگه ای بود به غیر از ایران، مطمئناً همین بندر چابهار میتونست تمام مخارج اون کشور رو در بیاره. اما ما میبینیم بندر چابهار در سیستان و بلوچستان نمیذارن که حتی منافعش به خود مردم بلوچستان هم برسه و این یک ظلم بسیار بزرگه و الان هم باز میخوان منطقه چابهار رو از دست بلوچا در بیارن و طرح اسکان دارن که غیر بومی ها رو وارد اون منطقه کنن و جمعیت رو افزایش بدن و تغییر اتنیک ایجاد کنن. خب تماسمون هم خوشبختانه برقرار شد. آقای رئیسی عزیز در مورد زندانیان بلوچستان برای ما بگید. آقای رئیسی عزیز اگر صدای بنده رو دارید در مورد وضعیت زندانی های بلوچ. خب مثل اینکه مشکل صدا داریم. خب دوستای اتاق فرمان در تلاش هستن باز تا بتونن این وضعیت رو برطرف کنن و این مشکل رو برطرف کنن. بله در چابهار دقیقاً دارن این سیاست رو به کار میبرن که بخوان آمار بلوچ‌ها در اون منطقه بیارن پایین و غیر بومی ها رو ساکن کنن و به این طریق بتونن استانی که به جرئت میتونیم بگیم بیشترین تعدادش، شاید بگیم بیش از بالای 90 چند درصد اهل سنت هستن و بلوچ هستن، بخوان با این سیاست هم غیر بومی ها که اکثرا شیعه هستن وارد اون مناطق کنن و بهشون امکانات و تسهیلاتی داده بشه. همون کاری که در خوزستان انجام دادن. خوزستانی که بیش از 70% از نفت ایران از اونجا صادر میشه، از اونجا تولید میشه، میبینیم برای آب آشامیدنی مردمش مشکل دارن. خب آیه رئیسی عزیز امیدوارم مشکل رفع شده باشه. در مورد وضعیت زندانی های بلوچ برای ما بگید. معذرت میخوام مثل اینکه بله خواهش میکنم بفرمایید. خب وضعیت زندانیان مخصوصا زندانی های بلوچ شرایط خیلی بدی رو دارن سپری میکنن در زندان ها. در دوره بازداشت و حتی شکنجه های در موقعی که یعنی بازداشت که میشن در بعد ورودشون مورد شکنجه های قرون وسطایی و اعترافگیری های اجباری میشن و این بخش تجربه شده اکثر زندانیان هست. شکنجه هایی مثل تخت معجزه، دریل کردن بدن، کشیدن ناخن‌ها، اتو کردن، تهدید به تعرض به خانواده ها و بسیاری دیگر شکنجه‌هایی هستند که در وزارت اطلاعات و زندان‌های بلوچستان اجرا میشن. بسیاری از زندانیان هم به خاطر تحت فشار قرار گرفتن خانواده ها و
خود زندانیان به جاهای خیلی دور تبعید میشن. زندانیایی مثل محمد صابر ملک رئیسی، شیر احمد شیرانی، علی پژگل و خیلی دیگر از زندانیان بلوچ که هزاران کیلومتر دورتر از بلوچستان زندانی شده. آماری در دست دارید آقای رئیسی از تعداد زندانیان بلوچ به خصوص زندانیان سیاسی؟ کار شده اصلا در این زمینه که آمارگیری بشه که تعداد زندانیان مشخص بشه؟ متاسفانه با توجه به حساسیت‌های خاصی که حاکمیت نسبت به اقلیت‌های موجود در ایران داره، فرصت این برای تحقیق در رابطه با این موضوع خیلی کم برای فعالان پیش اومده و حتی مثلا در رابطه با یک زندانی خاص که مثلا اگه کسی بخواد تحقیق چیزی بکنه خیلی حساسیت نشون میدن و اینکه خیر در کل آماری در رابطه با این وجود نداره، ولی چیزی که مشهود هست خیلی زیاد هستن افرادی که به اقدام مثلا علیه امنیت ملی و یا نمیدونم این دور اتهامات در بند هستن. خب اگه بخوایم یک جنبندی از نقض حقوق بشر در بلوچستان داشته باشیم، در این مورد شما چی میگید؟ جنبندی شما چیه؟ من اگه نمیدونم وقت دارین یا تقریبا 10 دقیقه به پایان برنامه مونده. من میخواستم خیلی کوتاه در رابطه با محمد صابر ملک رئیسی هم که در اردبیل در تبعید هست صحبت کنم. وضعیت محمد صابر ملک رئیسی متاسفانه خیلی بد هست. امروز 27مین روز اعتصاب غذا خودش رو داره سپری میکنه. محمد صابر در اعتراض به رفتارهای سلیقه‌ای و ضرب و شتم‌های مکرر از 8 آذر طی اون نامه‌ای که نوشته بود، نامه اخیری که داده بود، اعلام کرده بود که از 8 آذر دست به اعتصاب غذا زده. این زندانی کوچکترین زندانی سیاسی ایران لقب گرفته و همونطور که برادر ایشون هم فرمودن معمولا در بلوچستان شناسنامه ها رو حالا بستگی به انگیزه پدر و مادر داره، یا کوچیک یا بزرگ ممکنه بگیرند خیلی هاشون و شناسنامه محمد صابر هم به خاطر اینکه زودتر بره مدرسه و یا مسئله دیگه بزرگتر گرفته شده. محمد صابر در زندان اطلاعات زاهدان 2 سال نگه داشته شده، بعد از اونم به اردبیل تحویل شده. در طول این چند سال مادرش فقط 2 بار تونسته به ملاقاتش بره. پدر پیر ایشون هم که سال خورده هست و نمیتونن راه برن. صابر در نامه هایی که برای سازمان های حقوق بشری و نماینده سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نوشته، بارها از شکنجه و مظالمی که در حق شده نوشته. در حق این زندانی واقعا ظلم شده. ایشون در واقع گروگانی هستند که هیچ گناهی نداره و هیچ جرمی هم مرتکب نشده. خانواده این زندانی سیاسی نگران جان او هستند، زیرا بارها گفته که رئیس زندان و مسئولین زندان اونو تهدید به مرگ کردن. حتی بهش گفتن که اگر دوران حبس تو 1 روزم مونده باشه نمیذاریم زنده از این زندان بیرون. با توجه به این مشکلات اخیراً گروه حقوق بشر بلوچستان با همکاری کمپین فعالین و بسیاری از فعالان حقوق بشری در حمایت از محمد صابر طوفان توییتری شنبه گذشته راه انداختیم و امیدواریم که به وضعیت زندانی رسیدگی بشه و سازمان‌های فعال در این زمینه بتونن گام مثبتی رو برای ایشون بردارن. بله، خدمت بینندگانم عرض کنم که این طوفان توییتری که برای محمد صابر به هر حال به راه انداخته شد، یعنی شنبه گذشته، بالاترین، یعنی نسبت به
آقای رضا شهابی و دیگر حالا زندانیان سیاسی بالاترین باستویت رو داشت. این رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. بله بفرمایید. بله، در رابطه با جنبندی هم که گفتید، ببینید اون چیزی که محرز هست و همه میدونن بلوچستان رو به عمد عقب نگه داشتند. این حجم زیاد فقر و محرومیت ناشی از سیاست‌های اشتباهی است که حاکمیت در پیش گرفته، زیرا اگر واقعا میخواست کاری برای ملت بلوچ بکنه، با توجه به پتانسیل های موجود در این منطقه میتونست بلوچ و بلوچستان رو به یکی از ثروتمندترین مردمان و استانهای خودش تبدیل کنه. ولی همون نگاه غیر خودی که در ابتدای عرایزم عرض کردم، اون نگاه غیر خودی به اقلیت ها در ایران باعث ایجاد شکاف بین مرکز و مناطق دیگه شده، تا جایی که اکنون بلوچ ها به طرحهایی مثل تقسیم استان که زمزمه‌اش هست، به بهانه توسعه راحت‌تر و بهتر و یا طرح تصاحب سواحل بلوچستان یا به قول خودشون طرح توسعه سواحل مکران روی خوش نشون نمیدن، چون مردم دارن میبینن، اونو تجربه کردن که مناطقی که از بلوچستان در گذشته به کرمان و هرمزگان ملحق شده اند، وضعیتشان حتی از خود بلوچستان کنونی هم بدتر هست و یا با طرح تصاحب سواحل بلوچستان سعی در از بین بردن هویت مردم بلوچ دارن. یعنی میخوان و علاوه بر این میتونن مثلا میخوان که با آوردن میلیون ها غیر بومی هویت بلوچ رو ازش بگیرن و حتی بلوچ در سرزمین خودش هم در اقلیت باشه. این هویت زدایی و تقسیمات همگی نقض حقوق مردم بلوچ هستند و امیدوارم فعالان حقوق بشری اجتماعی و سیاسی به آنها بیشتر توجه بکنند و خواستار توجه حاکمیت به زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال و غیره در بلوچستان بشن. آقای رئیسی، به عنوان سوال پایانی تقریبا در حد 2-3 دقیقه، فعالیت هایی که شما حالا به همراه کمپین فعالین بلوچ داشتید چقدر تونسته به هر حال مردم رو آگاه کنه نسبت به حق و حقوق خودشون؟ باید خدمت شما عرض کنم که من در گروه حقوق بشر بلوچستان بیشتر فعالیت میکنم، معروف هست به BHRG. مقرش هم در سوئد هست و همکاریایی هم با کمپین فعالین بلوچ داشتم و دارم. خوشبختانه مردم بلوچ الان خیلی نسبت به گذشته، نسبت به حقوقی که دارن و داده نشده به مردم بلوچ، خیلی آگاهتر شدن نسبت به مسائل و موضوعاتی که در بلوچستان و در شهرهاشون اتفاق میفته. دارن واکنش نشون میدن، اونها رو به سعی میکنن رسانه‌ای کنن و چون واقعا رسانه‌ای کردن موضوعات شاید میتونه فشاری بر حاکمیت باشه که دوباره تکرار نکنه و یا اگر سیاستی در رابطه با اون موضوع داره پیش نره و اون چیزی که مردم میخوان رو پیگیری کنه. خیلی ممنون، متشکرم آقای مسعود رئیسی، فعال حقوق بشر. خواهش میکنم، منم خیلی ممنونم از وقتی که به من دادید. خواهش میکنم، خدایا رو نگهدارتون. خب دوستای عزیز و گرامی، وقت ما هم کامل به اتمام رسیده. تا برنامه دیگر همه شما رو به الله متعال میسپارم. شب و روز خوش، خدایا رو نگهدارتون.